آقا ببینید کی اینجاست. خیلی تو وزه‌ای یا خیلی تو وزه‌ای. چی میگفتی تو لایو؟ یعنی الان اجازه میدی من تو رو به آقا اومدیم لایو، خیلی خوش گذشت، دمتون گرم. و فقط من نمیدونم چرا انقدر خوابم میاد، فکر کنم از صبح پا شدم اینطوری. من یه قهوه میزنم. با کی صحبت میکنی؟ فکرم افتاد رو لباس سیسی. با سیسیت صحبت میکنی؟ با من اومدی بیرون با سیسیت صحبت میکنی؟ بله. ولی حالا جدا از شوخی بچه‌ها یه موقع فکر نکنید من این کارام جدیه ها، واقعا. زهرا جان شما میگم این حرفایی که میزنم بذار الان دوربینو میچرخونم، یه موقع مخاطب شما فکر نکنید من سلامتی این دوتا کاپل قشنگ میزنم. تو کاپل که آخرش خرمالیو میخوری. زرشی تو استوری شما خیلی خرمالیو دوست داری. ولی آقا شانه خود ضعیفه، کلا بلند بگی اصلا. یعنی که دوستش دارم. یعنی چی یه بار بگید. چی من مردم نشته چی؟ یعنی که وای داداش مولا میگن اشکان مگه میشه همیشه انقدر به موقع برسه؟ من بو میکشم. چه جوری مهدی و نفر چهارمو پیدا کردی؟ نفر چهارمو چجوری سوژه عکس؟ آره نفر ببین با حاله وقتی بچه داری جماعت رو می‌کشی می‌ندازه به جون هم. حالیس کن گوش کن. بچه نداری که مری جونم هم اینجاست. داداش اشکان آتا بیدم. جمع 4 نفر تو بودنی. آره. عاشق سوزنی. با پشت سرت نمی‌سواد. زهرا فیلمه. میدونی اولین بار من عاشق چیه تو شدم؟ چی؟ چشات. چشام؟ چرا؟ چشات